بگم بخواد دهن ما رو بذار زندگیمونو کنیم، بذار آس اومدیم آسته بریم. ولش کن. بنزین در سوریه این اواخر تا 120,000 تومان هم رفت. لیتر. یادته بنزین بردیم رسوندیم ونزوئلا نجاتشون دادیم؟ یادتونه؟ اینجا نتونستیم ببریم بدیم. چرا؟ نداریم، خودمون وارد کننده شدیم. 5 میلیارد دلار بنزین وارد میکنیم. دست بزنی به قیمت بنزین وا ویلا آبان 98. دست نزنی این آب معدنی 5-6 هزار تومنه، 1/3 1 لیتر 300 سی سی. 3 برابر این قیمتش نصف اینه. 3 تومن آزادش. آب ملت داریم میریزیم تو باغ دیگه. این یعنی بریم بنزین گرون کنیم؟ نه. همون 98 سخنرانی کردم گفتم بنزین رو به جای ماشین بدید به آدما. تمام شد. خواه طرف ماشین داشته باشد، خواه نداشته باشد. خواه داشته باشد، خواه نداشته. 4 نفر آدمن، نفر 30 لیتر میخوان بگیرن. این سهمیه‌شون. 4 تا ماشین داره، مایه داره، برو از اون بخر. من چه میدونم، میخواد بوس بهش بده، پول بهش بده، خودش میدونه. 2 نخ سیگار بهش بده، براش برقصون شاباش بهش بده. نمیدونم. خودشون هرچی خودشون. همون موقع اوایل ما بچه بودیم، اون موقع کوپن میدادن بزرگتر جلسه یادشونه. ملت کوپن رو با هم خرید و فروش میکنن. کوپن بنزین دارن، دوست دارن نگه دارن، مصرف کنن، دوست دارن بفروشن. مسئله بنزین حل شد. کسی دیگه نمیتونه قاچاق کنه. بخوای قاچاق کنه کجا میخوای بیاری؟ بعد بری یارو بگیری. برو بخر، اشکال نداره. اسمش دیگه قاچاق نیست، صادرات بنزین. راه حل دیدید؟ به همین سادگی، به همین خوشمزگی. الان 5 دلار بنزینی که وارد میشه 5 میلیارد دلار. 5 میلیارد دلار نمیدونی یعنی چی؟ 5 هفته 350,000 میلیارد تومان. نگرفتی یعنی چی؟ اگر 500,000 نفر استخدام کنیم، 500,000 نفر سربازی رو کلا جمع بکنیم، بگیم سربازی حرفه‌ای، الان 380,000 تا سرباز داریم. آقا میشه یکیتون ضرب تقسیم کنه برای من؟ یه زحمتی بکشید لطفی کنید. آره این گوشیتون به این نخوره، یعنی آیفون دارا نمیخوره، اونا میچرخونن گوشی رو به بغل میگیرن. بزن 500,000 تا ضرب در 12 ماه. گوش کنید فقط میخوام بفهمید عدد یعنی چی. خب 500,000 ضرب در 12 میشه 6 میلیون. 6 میلیون ضرب در 20 میلیون. جهنمو زدم. میخوام ما 20 میلیون حقوق بدم. تو نمیگیری، آیفون دارا میگیرن. بچرخون گوشی رو به بغل. چقدر؟ 120,000 میلیارد. این چقدر بود؟ 350,000 میلیارد. کلا سربازی رو جمع کن، 120,000 تا 115,000 تا به سربازا اضافه کن. بگو ستاد کل نیروی مسلح برو حالشو ببر. 20 میلیون هم حقوق میدیم هر کی بره سربازی. امت حزب الله میرن صف میبندن پشت در پادگان. خدمه میخوای؟ قانونکاری بگی 12 میلیون بده. برنامه نویس میخوای؟ 12 تا به این دادی، اونور اضافه مون از 20 میلیون دیگه. بده اونور. تازه همین الان کلی داری پول سرباز میدی. تازه نیروهای مسلح دیگه لازم نیست استخدامی، دانشگاه امام حسین، دانشگاه امام علی، دانشگاه امین، همه رو جمع کن تو همین 5 سالا انتخاب کن. اثر مصرف نوسازی تقریبا هیچ. صفر. بسیار کمه. اینم درسته. میدونی چرا نوسازی نمیشه؟ چون بنزین مفت. همین داره. چرا بره ماشینشو عوض کنه؟ دیوونه است عوض. میدونی چرا ما راه آهن تو کشور ما هیچ وقت توسعه پیدا نمیکنه؟ با اینکه شاهراه جهانیم. میدونی که ایران از قدیم از 4000 سال پیش شاهراه جهان، هر کی از شرق به غرب میخواد یا غرب به شرق میخواد بعد از ایران رد شه. بالامون دریا، پایینم دریا، بالای اون دریا هم قطب. چرا راه آهن درست نمیشه؟ برای اینکه هیچ کسی نمیتونه با قیمت سوخت جاده ما رقابت کنه. ما آب میریزیم تو باک، هیچ کس سرمایه‌شو نمیاره. می دیوونه ایم. نمیدونیم چیا رو نابود. آقا چرا این ماشین به درد نخوره از جمع نمیشن؟ برای چه جمع بشن؟ چرا ماشین 105 نمیاد ما هم استفاده کنیم؟ برای ما دیوونه ماشین 105 بیاریم استفاده کنیم. وقتی میتونیم کادیلاک رو بندازیم 116 بسوزونه به جهنم. آقا چرا پول داره بیشتر بنزین میبره؟ ببخشید خره نبره. آب میریزه تو باک، میخواد 4 تا ماشین داشته باشه. شما چرا ناراحتی؟ دارندگی برای زندگی دیگه. میتونه میره. میخواد برای دخترش یه دونه ماشین بخره، برای پسر، برای آفرود میخوان جمعه برن کو بالا از تپه بیان پایین. آره این مملکت چرخوندن نی، اینا پوپولیسمه. اینا شما مردم رو فریب دادن با حرفای قشنگی. آره الان بنزینی که دارن وارد میکنن میدن بسوزونه دیگه. کی بیشتر میسوزونه؟ اونی که ماشین داره، اونی که ماشین بیشتر داره، اونی که ماشینش پر مصرف تره. از این یارانه بهره میبره. اون پیرمرده تو دهات به جهنم. اینه الان. آقا چرا طرف توی شمال تهران استخر رو باز زده عکساشو توی اینستاگرام دیدیم؟ برای میصرف. من مخلص برادرای عزیز افغانستانیم. ما ممنون تیپ فاطمیونیم. الان میگن بحران مهاجرین، افغانستانی‌ها زیاد دارن میان. ها راست میگن، خیلی اوضاع بی‌در پیکره. اینجوری هم درست نیست. درسته؟ سوال چرا میان؟ چرا پاکستان نمیرن؟ میصرف. وقتی تو به هر فرد بر مبنای کد ملی بنزین دادی دیگه ایران نمیصرف. چه حرفا میاد با سرعت نور از جلو، زبونم نمیتونم بگم به خاطر اینایی که دست میگیرن.
کلیپ کات کنا گردنشون. من نا ان للخیر، نا اون دنیا جواب بدن. متوجه شدید برادر من؟ 5 میلیارد دلار پول که نداری بری بدی عزیز من. میدونی داری چیکار میکنی؟ خلق نقدینگی میکنی، پول چاپ میکنی. پول که چاپ میکنی میدونی چی میشه؟ 10 میلیونی که شما حقوق میگیری آخر سال قد 7 میلیون میارزه. پس 3 میلیون ازت گرفت، نفهمیدی فقط. میدونید درگیر شدیم با پاکستان، یادتونه؟ سر اون تروریستا موشک زدن، خاطرتون هست دیگه. یه چند روزی مرز بسته بود. بلوچستان و پاکستان با بحران بنزین مواجه شد. بله، ما بنزین افغانستان رو داریم میدیم، بنزین امارات رو داریم میدیم، بنزین پاکستان رو داریم میدیم. همه رو چی؟ از پول این مردم. هر موقع من شما بفهمیم هر کی بهتر چرت و پرت میگه، ملت بیشتر اونجوری نگاه میکنن یه جورای دیگه. چی بگم؟ بخاطر دهن ما رو بذار زندگیمون کنیم، بذار آس اومدیم آسته بریم، ولش کن، بذار بریم سوریه. برادر من، وقتی تو نمیتونی ناترازی خودت حل بکنی، میتونی دیگه بنزین بفرستی. بله، سوریه رو میشد نگه داشت.